اپوزیسیون ایران، زمان گذار از همدلی به همافزایی. امروز جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری با بحران مشروعیت، فرسایش اقتصادی و نارضایتی اجتماعی روبرو است. همزمان اپوزیسیون ایران نیز از سرمایه‌ای ارزشمند برخوردار است. میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج کشور که خواهان گذار به حکومتی ملی، سکولار و دموکراتیک هستند. بنابراین مسئله اصلی دیگر کمبود انگیزه یا نبود برنامه نیست، بلکه تبدیل این سرمایه عظیم به یک نیروی هماهنگ و مؤثر است. این تحلیل نباید به منزله نادیده گرفتن تلاش‌های سالهای اخیر تلقی شود. برعکس، ابتکارهایی مانند کارزار همکاری ملی، پروژه شکوفایی و کمیته عدالت اجتماعی نشان می‌دهد که حرکت به سوی همگرایی آغاز شده است. این ابتکارها گام‌هایی مهم برای عبور از پراکندگی و ایجاد همکاری میان نیروهای دموکراسی‌خواه بودند. با این حال، چالش اصلی همچنان در مرحله اجراست. بسیاری از هواداران با وجود حمایت از همکاری ملی همچنان در قالب گروه‌ها و برنامه‌های موازی فعالیت می‌کنند. این وضعیت الزاماً ناشی از اختلاف یا سوء نیت نیست، بلکه بیشتر نتیجه نبود یک تشکیلات منسجم است که بتواند فعالیت‌ها را هماهنگ، اولویت بندی و از اقدامات خودسرانه و گاه آسیب زننده جلوگیری کند. در علوم سیاسی تفاوت مهمی میان داشتن راهبرد و داشتن ظرفیت اجرای آن وجود دارد. جنبش‌های موفق تنها با داشتن رهبر یا برنامه پیروز نمی‌شوند، بلکه زمانی موفقند که هزاران کنشگر مستقل را در چارچوب یک هدف مشترک همسو کنند. اپوزیسیون ایران نیز امروز بیش از هر چیز به چنین ظرفیتی نیاز دارد. همکاری ملی به معنای حذف تفاوت‌های سیاسی نیست. رقابت بر سر احزاب، برنامه‌ها یا حتی شکل نهایی نظام سیاسی باید به زمانی واگذار شود که مردم ایران بتوانند در فضای آزاد تصمیم بگیرند. تا آن زمان اولویت اصلی اتحاد برای گذار از جمهوری اسلامی است. هرچه انرژی بیشتری صرف رقابت‌های زودهنگام و فعالیت‌های موازی شود، از توان جنبش کاسته خواهد شد. از همین منظر شاید مهمترین نیاز امروز افزایش مسئولیت پذیری تشکیلاتی هواداران باشد. تفاوت میان هوادار و عضو یک تشکیلات در همین نقطه است. هوادار از یک ایده حمایت می‌کند، اما عضو یک تشکیلات فعالیت خود را نیز با راهبرد مشترک هماهنگ می‌سازد. شاهزاده رضا پهلوی طی سالهای اخیر بارها بر همکاری ملی، پرهیز از تفرقه و واگذاری تصمیم درباره آینده ایران به رأی آزاد مردم تأکید کردند. اگر این اصول مبنای حرکت است، طبیعی است که هواداران نیز باید در عمل به همان مسیر پایبند باشند. رفتارهای افراطی یا اقدامات خودسرانه به نام شاهزاده نه تنها با این رویکرد سازگار نیست، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی را نیز تضعیف کند. در کنار این موضوع، اپوزیسیون می‌تواند فعالیت حرفه‌ای خود را در حوزه دیپلماسی عمومی نیز گسترش دهد. ایرانیان خارج از کشور علاوه بر برگزاری تظاهرات می‌توانند با گفتگو با سیاستمداران، همکاری با اندیشکده‌ها، حضور در رسانه‌ها، انتشار مقالات و برگزاری نشست‌های عمومی در شکل‌دهی به نگاه دولت‌ها و افکار عمومی نسبت به ایران نقش مؤثرتری ایفا کنند. اما شاید مهمترین وظیفه اپوزیسیون حفظ روحیه جامعه ایران باشد. جمهوری اسلامی تنها با سرکوب فیزیکی حکومت نمی کند،
بلکه با گسترش ناامیدی و درماندگی آموخته شده نیز می‌کوشد اراده جامعه را فرسوده کند. وظیفه اپوزیسیون آن است که خشم مردم را به امید، اعتماد به نفس و مشارکت هدفمند تبدیل کند، نه اینکه اجازه دهد این انرژی به یأس و انفعال بدل شود. همچنین نباید فراموش کرد که دامن زدن به اختلافات، گروهگرایی و بی‌اعتمادی همواره بخشی از راهبرد حکومت‌های اقتدارگرا برای تضعیف مخالفان بوده است. هر گامی که به افزایش هماهنگی، اعتماد و همکاری بیانجامد، در عمل خنثی کننده بخشی از این راهبرد نیز خواهد بود. اپوزیسیون ایران امروز با کمبود شخصیت، برنامه یا انگیزه روبرو نیست. چالش اصلی عبور از حمایت کلامی به همکاری عملی و سازمان یافته است. اگر ابتکارهایی مانند کارزار همکاری ملی بتوانند هواداران را نه فقط در شعار بلکه در عمل حول یک راهبرد مشترک گرد آورند، اپوزیسیون به سطحی از انسجام خواهد رسید که هم برای مردم ایران امیدبخش خواهد بود و هم برای جهان نشانه بلوغ و آمادگی برای مدیریت دوران گذار. محمود اشکانیان، روانپزشک، دکترا، PhD